Hey guys, I'm in the for the Everglades. امیررضا از فرتوشه. نه داداش فرتوشه چه فوت من فتیش. گفتم این کلمات خاک بر سریر نمیتونم. او یک مرز زیر آب هست. مریم بایتمه چند قشنگه. امروز تلاش میکنم انگلیسی بگم. بوب همون سخ دادم این مه رو در میره. این مه سخ گریز ظاهرا. خاله تو میدونستی امیررضا چیز داره؟ چی بود چه بود؟ فوت فتیش داداش. همون میدونستی تو فوت فتیش داره؟ او یک مار پایتون بدیمی بایتمه چند قشنگ. دهانش باز انگوس منو گرفت. او یک مقدار کمی مهر بایتمه چند قشنگه. این میگن رنگین کمانی. پایتون رنگین کمانی باشه. یک موجود دیگر به نام پیتلوس بایتمه چند آرام در رفت. بیا الان آزمایش میکنیم ببینیم فوت فتیش داره یا نه. تحریک شدی؟ این مهر رو میمالم اصلا تحریک نمیشه. واکنشش تو فرق میکنه. او داداش قشنگ. قشنگ چیه داداش؟ پرنده اصلا مال فلوریدا. بایتمه یک مهر بسیار خطرناک و بسیار بزرگی که شوخی کردم. مهر آبی هست هیچ خطری هم نداره. اما این اگه بزنه پاره میکنه.